آیا پدر و مادر را به حج فرضی فرستادن فرض است؟ آیا ما می توانیم پیش از پدر و مادر به حج فرضی رویم؟ البته برادرای عزیز، از روی شریعت بر ذمه فرزند فرض نیست که پدر و مادرش به حج روی کنه. خب ولی اگر با وجود این تمام خراجات سفر حج به عهده گرفته پدر یا مادرش حج فرضی روی کنه یا که حج عمره روی بکنه، این از باب بر والدین و از باب ترحم می شود و این خیل فرزند اجر و پاداش بی‌نهایت بزرگ نائل می شود. شما تصور کنید که پدر و مادر در اون مکانهای مقدس در نزد در کعبه دست بالا کنه و در حق شما دعای خیر بکنه، دنیا و آخرت شما آباد می شود ان شاء الله. خب سوال دومی که پیش از پدر و مادر ما می توانیم که حج برویم؟ البته که می توانیم، در صورتی که بر ما وقتی که حج فرض می شود همون مقدار پول داریم که تا ویزا و پاسپورت و پلی بلیت همه اینها برای ما در پیش ما هست و تا رفتن و اومدن ما نان و نفقه زن و فرزندامون و پدر و مادر پیرمون وقتی که نفقهشون کفایت میکنه، در این صورت بر ما حج فرض میشه و که خودمون بریم. اگر پدرمون مثلا پول داشته باشه باید همون پول خودش باید حج بروه، و الا اگر پول نداره مثلا او مقدار پولی که مثلا حج براش فرض شده باشه، مثلا فعلا که خودت که داری بر ذمه خودت حج فرض میشه، باید که خودت حج بروی. ولی اگر خودت همین تمام همین خراجات سفر حج به دیگه کس دادی، یعنی به پدر دادی به مادر دادی و پدر و مادر رای کردی، البته ان شاء الله که اجر و پاداش بزرگ نائل میشوی، ولی فرضیت حج از ذمه تو ساقط نمیشوه. باید که خودت حج بروی، باید که تا آخر عمر باید که همین حج قضاش بداری، یعنی او زمانی که در تو فرض شده بود او خراجات او پول و رسخودی همون راه تو در پدر دادی، پدر روی کردی، ولی این فرض در ذمه تو باقی میمونه. اگر نرفتی تا آخر عمر تو مرتکب گناه کبیره میشوی. والله اعلم بالصواب.